کندوز یا افغانستان کوچک یکی خو خانه ما کندوزیا است که در همین شهر زاده شدیم و از هر کوچه و پس کوچش یک خاطره داریم و یکی هم کندوز خانه تمام مردم افغانستان است. به خاطر که در اول گفتم کندوز افغانستان کوچک است و وقتی که شما از هر گوشه افغانستان به کندوز بیاین حتما احساس میکنین که در شهر خودتان هستین. اما این شهر به شکلی که نیاز بود هیچ وقت پیشرفت نکرد، مدرن نشد و به شکلی که نیاز است یک شهر وسیع نداریم. اما شرکت نایل پامیرامو با همکاری شرکت اسپینزر حالا در 37 جریب زمین اسپینزر قرار است که شهرک جدید را بسازه و اسم از این شهرک است شهرک تجارتی و رهایشی اسپینزر. بیاین که بدانیم در شهرک تجارتی و رهایشی اسپینزر قرار است چی چیزهای ساخته شود. اول خود در این شهرک قرار است 2500 دکان ساخته شود، 2500 دکان مدرن و شیک که کاملا با معیارهای بین المللی ساخته خواهد شد. ضمن از این 100 بلاک رهایشی و تجارتی هم در این شهرک قرار است ساخته شود. قرار است که در همین شهرک هم مکتب را داشته باشیم، هم مساجد زیبا و همچنان ساحه سبز و از سونا گرفته تا یک شفخانه استاندارد به سطح زون. خلاصه هر چیزی که شما نیاز دارین نایل پامیرامو فکر کرده که در مجتمع تجارتی و رهایشی اسپینزر تطبیق کنه.